اشخاصی که در این روزها به وسیله حادثات طبیعی و به وسیله سیلابها در گوشه گوشه کشور جان خود را، مال خود را، اولاد خود را، زندگی خود را از دست دادن، تسلیت عرض می نمایم این حادثات و این مصیبت ها را. اللهم منان ارواح همه رفتگانی که به اثر سیلاب ها و به اثر این آفات و مصائب جانهای خود را از دست دادن، الله ارواحشان را شاد داشته باشد و قبورشان را باغچه‌ای از باغچه‌های جنت بگرداند. الله زخمی های این حادثات را شفا بدهد و برای تمام ملت مظلوم و سربلند و متدین افغانستان صبر جمیل و مزد جزیل